بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان امروز قصد دارم که با نحوه کارکرد دستگاه چاپ به کاغذ روی کاغذ لامینت مختصرا با شما صحبت بکنم. دوستان اولین قدم در چاپ کاغذ سوار کردن رول کاغذ لامینت روی قسمت رول استند دستگاه است. مشاهده می‌فرمایید. پس از گذر از بین قلتک‌های مختلف که کشش مخصوص رو تو کاغذ ایجاد میکنه، کاغذ میاد به اولین قسمت از چاپ. تو قسمت چاپ ما استوانه کلیشه رو داریم که این کلیشه همون چیزی هست که طرحی هست که روی کاغذ قراره بیفته، بسته میشه روی همون عین مهر معمولی میمونه منتها در حالت دفعه. یک استوانه رنگ داریم که داخل این قسمت سینی رنگ میچرخه و چند میکرون از رنگ چسبیده میشه روی این. بعد این رنگ خودش رو انتقال میده روی کلیشه و کاغذ در گذر و تماس با این کلیشه همچین نقشی رو به خودش میگیره. رنگ مورد نظر کلیشه هم اینجا آماده میشه به توسط پمپی انتقال داده میشه به همین سیم. خب بریم مرحله بعد. در مرحله بعد دوباره یک کلیشه بعدی بسته شده به دستگاه و طرح دیگری اونور کاغذ دقیقاً زده میشه. مرحله بعد دوباره رنگ دیگه اضافه شد و طرح دیگری روی کاغذ زده شد و همینطور مشاهده می‌فرمایید دوباره این اضافه شد. کارکرد همه کلیشه هم عین همه، منتها نقشاش با هم متفاوت. خب حالا رسیدیم اینجا بچه‌ها. میبینید که اینجا دیگه کلیشه ها طوری شد که جاهای خالی مراحل قبلی رو اینجا دیگه پر کرد و همچین طرحی رو به ما ببینید میده. خب مرحله بعد رو نگاه بفرمایید. خب همینجوری قسمت ها با طی قسمت های مختلف نقش ما روی کاغذ داره تکمیلتر و تکمیلتر میشه و فرایند کار هم عین همون مرحله اوله. خب اینجا صفحات کنترلی رو میبینید که اپراتور بتونه با این دستگاه کار بکنه. خب بچه‌ها مرحله آخر کاغذ با گذر از بین این کلیشه های مختلف طرحش اینجا دیگه کامل شد. اینجا کاملا با تمام جزئیات طرح چاپ شد روی کاغذ. خب در آخرین مرحله توسط یک دوربینی که حالت حرکت افقی داره روی نوار هر ثانیه چندین عکس از این طرح‌های مختلف از قسمت‌های این طرح‌ها گرفته میشه و در این مانیتور دیده میشه تا اون اپراتور مخصوص این دستگاه کیفیت چاپ رو بسنجه و در صورت بالا پایین شدن کیفیت بتونه کنترل روی کاغذ داشته باشه و همچنین روی چاپ. خب کاغذ پس از چاپ کامل این ور دستگاه یعنی در حالت در قسمت خروجی دستگاه رول میشه دوباره. ببینید کاغذ آماده رول شد و این چرخونده وقتی رول به اندازه کافی درست شد و انجام شد به متراژ کافی چرخیده میشه میاد قسمت این قسمت و توسط اپراتور با یه دستگاه این رول رو ور میدارم و انتقال میدم به بخش دیگر که دستگاه رول بشیت هست که تو ویدیوی بعدی با اون هم آشنا خواهیم شد. یه نکته ای هم خدمتتون عرض کنم بچه‌ها، استوانه کلیشه‌ای که خدمت شما عرض کردم روی این دستگاه کلیشه بندی میشه. حالا توسط این جره صغیر استوانه برداشته میشه از روی دستگاه اینجا که بود میاد اینجا میذارنش. بعد این کلیشه هایی که باید روی این استوانه بسته بشه به این صورت بسته میشه. این به علاوه ها رو که میبینید اینا برای نشان شاخص هایی هست که لبه های این کلیشه ها دقیقاً روبروی هم باید چسبونده بشن تا کیفیت چاپ بالاتر بره. حالا این دوربینی هم که اینجاست این قسمت رو کاملا تحت نظر داره و توسط این مانیتور اپراتوری که
این کلیشه ها رو روی این استوانه داره میچسبونه بتونه با دقت کامل توی این مانیتور ببینه و کلیشه رو به نحو احسن روی این بچسبونه. خیلی ممنونم که توجه فرمودید.